درود، امیدوارم امروز از روز قبل به پول بیشتر اهمیت داده باشین. ممنون میشم اگه سابسکرایب نکردید حتما سابسکرایب کنید و زنگوله رو روی آل قرار بدید. بریم با همین ویدیو رو ببینیم. بیشتر از همه چیز از چی من خوشم معلومه چه واقعا این چه داستانیه که از اون طرف اونا چشم و نظر دارن به من. حالا نمیدونم داستانش از چه قراره، ولی خب من چرا یادم میره میگه اهالی دریا بعد از مدتی صدای امواج رو نمیشنوند چون براشون عادی میشه. حرفی نداره. دارک ترین اتفاق سال 1402 بودنم اولین بار رفتم باغ رفیقم. چهارشنبه سوری یکم خوش باشیم. زنم گوه درخت‌ها اینجا چقدر بزرگ شد. دارک بود این خداییش بی نهایت تا صبح دارک. آقایان گردش کنی میخ میشه، پهنش کنیم سیخ میشه. بله. آخه بامیه ما خورشتن هم کردن برای ما پیداش. چندش چه کوفتیه، مزه اسهال خالص میده. دارم پر میکنم. بگو یه پدر مادر ایرانی داری بدون اینکه مستقیم بگی. خودم وقتی با مامانم بحثم میشه سلام مامان نهار چی داریم؟ خورشت کرفس. تو مغزتون پهنه یا واقعا اینطورین؟ جشن اولین پریود حضرت عباسی من برای تولدم جشن نمیگیرن. جشن اولین لاکچری کثافت. چه خبرتونه؟ چه خبرتونه؟ کیک یخچالی به کیک نمیخوره. حالا هر جور سلام میدونین. چی شده؟ چی شده؟ چی شده؟ نه چی شده؟ بیشتر به انه یخچالی میخوره تا کیک یخچالی. کوفتیه. بعد کیکو تو یخچال قاطی کرده، کیکو تو یخچال پخته. کیک مگه تو مایکروویو نباید باشه؟ چجوری کیکو تو یخچال درست کرد؟ نمیشه، کیک تو یخچال نمیشه درست کرد، اون ژله است. 2000 years later. چقدر این نعنا خوشمزه بودن. بله، نعنای جدید، نعنای 2024. اینا نعنا جوانا. میشه مگه داریم ما؟ اینا چیه؟ نمیدونم چی دیدین ولی این لیمو در حال تفت دادنه. کلید اسرار. این داستان با چشم هایی که اینقدر خطای دید داره همدیگر رو قضاوت نکنید. دیگه دیره، خیلی دیره. بله، لیموه. این چقدر برش نازک داده، کرم از خودش بود. بیاین به بدترین کاری که تو دوران مدرسه انجام دادید اعتراف کنید. بذار من اعتراف کنم. اون زمان بود که شمال کشور استان گلستان زلزله اومده بود. سیل اومده بود. بعد یه دونه صندوق گذاشته بودن برای کمک به سیل زدگان، پول توش میریختن. ما جاتون خالی صندوق رو دزدیدیم رفتیم چایخونه و قلیان کشیدیم. میدونیم که هممون اونا نمیرسه قطعاً به اونجا نمیرسید، ولی خب باز ما حداقل به یه تفریح رسوندیمش. ولی جاتون خالی. خب بچه ها ممنون که تا آخر ویدیو همراه هم بودین. ممنون میشم کانال رو ساب کنید و حتما زنگوله رو روی آل قرار بدید که از بقیه ویدیو هم با اطلاع بشین.